سلام، در این هفته آفساید میپردازه به جدیدترین ورژن ها و مزه های برجام یا همون جام زهر. بله، جام زهر خودمون در دوران پسا مذاکرات. دوران پسا مذاکرات اسم مستعار همون دوران بلا تکلیفی هم هست. بلا تکلیف هم که میگیم یعنی اینکه تکلیف این جام زهر توش مشخص نیست. بالاخره بره توی مجلس، نره توی مجلس، تصویب میشه، نمیشه، بازش کنن، بپوشوننش، بالاخره باش میخوان چیکار کنن؟ کسی برای این جواب داره؟ بله؟ جواب برای همین سوال آوردن؟ نه آقا. خب بذاریم چی میگن. نکته اول اینه که اونچه از محتوای مذاکرات و اسناد این بیانیه مشترک استفاده می شود این است که نباید ملت را مأیوس کرد و نباید اونچنان دچار ذوق زدگی بشویم که برای اونچه اتفاق افتاده جشن میگیریم. این نکته بسیار مهمی است. نه ملت را مأیوس کنیم و نه دچار ذوق زدگی در حد جشن گرفتن. آها، پس قضیه روشن شد. ذوق زدگی مجازه، اما نه در این حد. بله، ذوق زدگی مجازه ولی نه اینقدر. یکم محدودتر، بدون همچین بگی نگی، در حد یه لبخند، یه خورده مجلسی تر. بله، پس تکلیف ذوق زده ها مشخص شد. حالا بریم سراغ مأیوس کننده ها یا همون دلواپسا. بریم سراغ کله گنده هاشون دیگه، رسایی و عباسی و روزنامه نوهده و ببینیم اونا چی شدن. آسمان نجوم ایران اقدام هیئت نظارت بر مطبوعات در توقیف این چیه؟ چیه؟ دلواپس ندیدی؟ بابا روزنامه هاشونو دارن میبندن. هفته‌نامه نوهده‌ای توقیف شد. توقیف هفته‌نامه نوهده‌ای به دلیل موضع‌گیری‌های این نشریه در خصوص مذاکرات هسته‌ای و ارجاع پرونده آن به دادگاه و اخطار گرفتن دو نشریه دیگر با بازتاب‌های متفاوت همراه شده است. مدیر مسئول نوهده گفت این هفته‌نامه سومین بار است که در دولت 11 توقیف می‌شود. شلوغ کنی توقیف میشی. گوشت رو میکشن. از اون بالای بالام میکشن. بعد وزارت ارشاد اومده اطلاعیه‌ای داده، گفته مصوبه شورای عالی امنیت ملی اینه که رسانه‌ها باید تعریف و تمجید کنن، کسی انتقاد نکنه. قطعاً این مصوبه وجود نداره و قطعاً چنین مصوبه‌ای به تایید رهبر انقلاب نرسیده. بنده پیگیری کردم این موضوع رو. متشکرم. احتمالاً مصوبه رو اون موقع براش خوب ترجمه نکرده بودن، چون حتما تو متن انگلیسیش بوده که روزنامه‌ها رو میبندن. البته الان که روزنامه‌اش تعطیل شده وقت داره که بره مصوبه رو دوباره مطالعه کنه. نکته مهم اما اینه که وقتی که گوش رو میکشن نه تنها روزنامه توقیف میکنن بلکه توی مجلس هم میزنن تو پرش و نطقش رو کور میکنن. نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامون رو باز کنیم، بیدار شیم. دارن دور میزنن ما رو. صراحتاً میگم رهبر انقلاب فرمودن این توافقنامه حاج آقای اجازه بفهم. ببینید شما مخالفت که من تذکر گفتم تذکر میدم بعد مخالفت میدم. حالا تذکر هم این دستور جلسه است. بله دستور جلسه است. ما در دستور جلسه‌مون نبوده. بفهم حاج آقا این دستور جلسه چاپ شده. چی نبوده؟ چاپ شده. جناب آقای جام زهر به کسی بدیم که 598 البته برای کور کردن نطق دلواپسا توی مجلس پیشنهادهای دیگه هم وجود داره. اونم استفاده از چسب ضد آبه، چه مدل شفافش باشه چه از این زیتونیا باشه، اینا که اینجوری توی فیلم‌ها میبندن دهن گروگانا رو. این هم ایده خوبیه. ولی همین که آقای کوچکزاده یا آقای رسایی توی این مجلس یه حرفی میزنن، یه تذکر میزنن، مدیریت مجلس حمله میکنه، حرفشو قطع میکنه و اجازه نمیده حرفش بزنه. اگر واقعا به این نتیجه رسیدید که مخالفین دولت یا منتقدین از قرارداد حرف نزنن، یک ماده واحده تصویب بکنید، یک مقدار چسب هم بگیرید، دهن ماها رو ببندید و چسب بزنید که صحبت نکنیم. بله، به نظر میرسه که هوا داره برای دلواپسا خیلی پس میشه.
چون علاوه بر گوش کشیدن ممکنه پاشون رو به دادگاه هم بکشونن. به جایی که پاسخ این قضیه رو بدید که 27 سال پیش رفتید با اسرائیلیا نشستید صحبت کردید الان گندش در اومده، 27 سال دیگه از مذاکرات امروز چی باید در بیاد؟ عوض جواب ما رو بدید میرید شکایت میکنی؟ آقای روحانی، من میرم سمت دادسرا، رفتم هفته پیش، گفتم برو هفته دیگه بیا چون معلوم شد دستشون خالیه. میرم برای بازپرسی وثیقه چیزی نمیبرم، برم هر اتهامی بزنن راست میرم زندان. و گفتم تمام این اسناد و مدارک رو منتشر کنم، بالاخره یه کسی باید توی مملکت پاسخگو باشه. حالا چرا میخوان به این سگ‌های هار دهنه بزنن؟ چون اگر دهنه نزنن و اینها دهن‌های گشادشون رو وا کنن، اسناد و مدارک که به کنار، تمام هیئت مذاکره کننده رو به گند میکشن. چرا بی‌انصافا؟ چرا خائنا؟ چرا نامردها؟ خاک بر اون سرت کنم. مرتجع خاک بر سر ماییم یا توی بدبخت؟ تو الان تو رضاشاهی، ما تو تنگه بابالمندبیم بدبخت. بابالمندب که بله دیگه، الان گفتن تعهیز رو تموم کردن دارن میرن برای سنا، نه؟ آقا مثلا ولش کن، بابالمندب خودش یک بابیه، ولی نکته اتفاقا همینجاست که خودت رو رفتی بند بابالمندب و دمشق و بغداد کردی، بعد تو تهران دارن رو ساختار قدرتتون کار میکنن، دارن توش سوپا اطمینان کار میذارن که یهو نترکه. پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. فکر میکنیم تعالی بخشن جامعه ون و مینیبوس و پاسپون و سرباز اینا فرهنگ درست میشه با این. سال اولین کنسرت با تکخوانی زن، سال اولین آلبوم با تصویر روی جلد خواننده زن. آقا رسیدیم به آخر خط آزادی پیاده شوید. کنسرت اونم تو جمهوری اسلامی تمومه دیگه بیشتر از این اگر بخوای تو بحث آزادی پیش بری داری زیاده روی میکنی. بابا خود وزارت ارشاد داره مجوز میده دیگه، چه مشکلی هست؟ عمده الان مشکلی که وجود داره در بعضی از شهرها بعضی از ائمه جمعه هستن که اینها شاید اصولاً با موسیقی مخالف باشن یا اصلا موسیقی رو غیر مشروع بدانن یا اصلا موسیقی رو مطرب بازی بدانن. خب این یه نظریه است دیگه، حالا آقایون دارن و بعضی جاها به دلیل نفوذ اجتماعی هم که دارن اعمال میکنن و مانع میشن از که این کنسرت ها اجرا بشه. مترزون ولی چقدر تخت گاز داری میری داداش، یه خورده یواش، باز هول شدید مثل زمان خاتمیه. تخت گاز اون از فرهنگ ما و وزیر ارشاد ما و اینها. یک دونه دغدغه‌شون در طول این 2 سال دغدغه بچه حزب الله‌ها و ورزشی‌ها نبود. همین پیروز اینها خیلی مایل هستیم که خواننده های زیرزمینی روی زمین فعالیت کنند، دغدغه هاشونه. هر دم از این باوری میرسد تازه تر از تازه تر. روز کنسرت فلان، یه روز سگ بازی، یه روز چیچی بازی، یه روز حضور زنان در کجا، رقاصخونه فلان، اینها برج میلاد فلان، اینا اصلا نمیذارن. وقت نمیکنی اصلا بری حتی تظاهرات کنی مثل سال 73 74 اینها، بری محل بر فلان درود بر فلان بگی. اینقدر تخت گاز دارن میرن. در بعضی از مناطق هم هست که البته باز اندکه ولی وجود داره که عناصر خودسری هستن که باز اونها هم میان دخالت‌های نابجایی میکنن که این رو دیگه قرار بر این هست که نیروی انتظامی برخورد جدی بکنه. و دیگه اگه فقط جلوی خودسرا رو هم بگیرن پرونده تمام مشکلات توی جامعه بسته میشه. اون وقتی باید بری توی هشتگ توقع داری میفهمی تا ببینی که چه انتظاراتی ازت دارن. ماشین ارزون و مسکن آسون و آب فراوون و مرغ و فسنجون و بله همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. فردای توافق هسته‌ای هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اعلام کردیم سال گذشته اگر ما آمریکا رو به رسمیت بشناسیم در مذاکرات قطعی،
سفارت آمریکا رو در ایران بازگشایی کنیم، پرونده هسته‌ای رو بذاریم کنار، ولایت فقیه رو بذاریم کنار، حجاب از سر زنانمون برداریم، با اسرائیل رابطه برقرار کنیم. تأثیرش توی اقتصاد ما به 5% نمیرسه. آقا مگه قرار نبود این بره زندان؟ خب زندان نواری همینه دیگه، میزنه میزتو چپ میکنه. وانگهی اینم ببری زندان بازم فرقی نمیکنه، چون اصلا کسی به حرفای این گوش نمیکنه که. موضوع روشن‌تر از این حرفاست. این که از این توافق آبی واسه ملت ایران گرم نمیشه رو همه میدونن. من میدونم، تو میدونی، اونی که تو خیابونه میدونه. چی؟ نه بابا هم از این منم نمیدونم برای چی من رو شادی کردن اسم به نظر واقعیتش نمیدونم. من الکی اومدم شاهد بسازه کرد همینجوری هم یه بود. ما اینجا جمع شدیم از رئیس جمهورمون چیکار کنیم رئیس جمهورمون بگو دیگه. چیز کنیم. تو بگو چیه اسم این کلمه. تشکر کنیم. قدردانی کنیم. نه یا بر اثر جشن هسته‌ای و اینجور چیزا اومدن بیرون. فکر می‌کنی بعد این توافق چه اتفاقی بیفته؟ هیچیش به ما نمیرسه. ما فقط جشنشو جشنشم که نمیذارم. حالا میخوای برو بابالمندب یا کنسرت بذار، مکدونالد واکن، فرقی نمیکنه. ته خط فیله اومد آب بخوره افتاد تو قندون. این ژست و فیگورا آخر عاقبت نداره. چه بکنیم که از درون داریم میخوریم؟ اگه شما نبودید، اگر شما کوتاهی نمیکردید، مشرکین رو به صلح دعوت نکنید. داره برای تو گفته هرچی بیای عقب ولت نمیکنن. هی بشین عقب، هی ببین چی میشه. گفتا که نادی که از ماست که بر ماست. هی بشین عقب ببین چی میشه، هی بشین عقب ببین چی میشه. دیگه ما نگفتیم که. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.